استاد یک سوال ما همین بود که بازی هایی که به مانند UFC میگویند، MMA میگویند، به مانند همین مسلمان ها در آن اشتراک میکنند، خصوصا مردم کافکاز، اینچنین از مسلمان های آسیای میانه، از اون تاجیک ها، ازبک ها، در همین اشتراک کردن جایز است؟ پولی که آنها به دست میارند آیا این پول حلال است؟ عایده کمتر داشته میانداخته استاد جان؟ اینا عموم کرده گفته نمیشد. مثلا مشق کردن، تعلیم گرفتنی بوکس هم دیگرش هم تعلیم گیرد خوب است، تعلیم گیرد خوب است، لیکن مسئله مسابقه از کدام حساب پول میگیرد؟ اگر مردم همچون قمار از دو طرف پول میمانده باشند، فلانی غلبه کند، مثلا من طرفداری فلانی گفته $10,000 مان، مثلا اگر غلبه کرد 20 میگیرد، اگر مغلوب شد همون 10 بسوخت. این قمار است، این قماری محض است. اگر به خودی چیها، خودی جنگاورها، اشتراکچیان مسابقه از همین پول قمار داده شود، حرام است. اگر خودی بازی اگر حلال باشد، اگر بازی حرام باشد، در این حالت یعنی که این راهی نادرست است، یعنی باید کسب دیگر جستجو کنند. شریعت ضدی ورزش نیست برادر، خوب دانید. لیکن ورزش هایی که بر رو میزند، نونه یک بکسیاری داغستانی یک ضربه خوردگیش کدی تا حاضر حالش بینید چندین سال است کسل است، یک جایه هست. این اعضاهای الله تعالی برای این یک ضربه سخت میبیاد دیگه، نه عقلتان در سرتان میماند، نه بینیتان و نه این چهره خوشرویی که الله تعالی داده است. برای همین این اعضاها برای ضرب ها میدونید چند کیلو هست، اونو میبیاد آدم عقلش سرش ویران میکند. این چیزا از جمله خیانت به امانت است. الله تعالی این اعضاها را همچون امانت برای شما داده است. وقتی که شما در این مسابقه ها میبراید، انیخ که ضربه های قتال آمدنش ممکن است و شما عضو خود را یا جان خود را از دست میدید. احتمالی در همین میدان در داخل قفس کشته شدنش هست، آدم مردنش هست، هیچ گپی ندارد، چون که بسیار آدم ها به یک مشت مردن. حضرت موسی فوکزه موسی یک مشت زد که قبطی مصری جان داد. مقصدشون یک ضربی تعذیب بود، یک مشت زده، یک آداب دادنی بودن که مرد مان در جاش. و این و حضرت موسی مثلا ورزشگری این خیلی نبودن که شب و روز 20 سال و 30 سال مشق کرده باشن. یعنی یک آدم یک مشت میزند گاهی یک آدم به هلاکت میرسد. چی جای این مشق های داخل قفس؟ بنابراین این مشق ها از روی شریعت نادرست است. مشق کردنش درست است، مشق کنید برای سلامتیتان، برای که اسلام یعنی بی‌قوتی و لاغری و این چیزهای قبول ندارد. المؤمن القوی خیر و احب الی الله عز وجل من المؤمن الضعیف. این فقط به معنای اینه که مؤمنی که جسماً با قوت باشد، مؤمنی که جسماً، روحاً، ارادتاً، قلباً، عقلاً، مالاً، همه جهت مؤمنی با قوت از مؤمنی بی قوت در پیشگاه الله تعالی خیر است و فی کل این خیرون. لیکن در تمام مسلمان ها خیر است، هم بی قوتش هم با قوتش. مشق کردن اجازت است. لیکن در مسابقه های این خیلی مسابقه های اشتراک کردن، همه بازه ها حلال نیست. مثلا بازی اسب، پایگه، دوانیدن، پیش رفتن به مره، این 100% حلال است، بلکه این عبادت است. حتی قمارش هم حلال است. مسئله اسب فقط بازی ها رو دیده میشه، مثلا بازی شنا کردن، مسابقه شنا کردن درست است، مسابقه تیرپرانی درست است. یعنی اون بازی هایی که از نگاه شریعت حلال است و مکافاتش هم از جانب یک سلطان، پادشاه، امیر یا یک تاجر داده شود، کسی که در همین ساحه غلبه کرد من مکافات میتونم گفت و هم حلال است. اگر مشق حلال باشد و
و مکافات هم از یک جانب باشد حلال است. لیکن مکافات از جانب دیگری باشد، بایداد او میدهد، بریدی تو میگیری، یعنی خیلی باشد این حرام است. این قمار است غیر اسب، غیر پایگاه اسب، یعنی مسابقه اسب دوانی. حتی قمار هم الله تعالی برای اسب حلال گردانید، برای جانب فایده های سوار شدن اسب و فایده های عظیمش الله تعالی اسب را از دیگر حیوان ها یا دیگر بازی ها استثنا کرد. حتی بعضی علما یک کتابی علاهیده نوشتن در این مسئله. خب عموما یعنی که این مسابقه های جنگ های بدون قاعده اینها از نگاه شریعت ممنوع هست. والله تعالی اعلم.